این مسئله یکی از مسئله های اصولی منهجی اهل سنت و الجماعت است. برادر عزیزم، سوالی که ابو لقمان حفظه الله دادن یکی از سوال های خیلی نازکی عقیدوی است که سوال را اگر به طرز مختصر و به یک عباره عادی بگوییم، آیا فهم حجت و ابلاغ حجت ضرور است؟ یک عباره ساده به نظر من، لیکن به عباره دیگر اگر بگوییم، وقتی که حجت رو میرسانیم تا زمانی که مردم همین حجت رسیده ما رو نفهمند معذور حسابیده میشوند. آیا فهم حجت شرط رسانیدن حجت است یا نیست؟ آیا شرط حجت رسیدن فهم حجت است؟ یعنی آیا وقتی که آیتی را قرآن رسانیدید، سنت رسانیدید، قرآن رسانیدید، مردم دیدن، فهم، مردم همون ترجمهش دیده استودن، ترجمهش به زبان خودشون است، یکون جو نفهمو ندارد، لیکن نفهمیدم. آیا همین نفهمیدنشون یا نخوندنشون عذر شده میتواند؟ معنای سخن برادر ابو لقمان همین است. ما در این مسئله تفصیلات داریم، یعنی مطلقا نمیگویم که حجت بگیم فهم حجت این هیچ ربطی به رسیدن حجت ندارد، مطلق گفته نمی شود. و این چنین فهم حجت ضرور است برای رسیدن حجت هم گفتن باطل است. و این باز به مذهب ها می گذرد، به مذهب غلو، به مذهب غلات نظر میکنیم و به مذهب جفات. غلات کسایی که غلو کرده ام میگویند که فهم حجت در رسیدن حجت هیچ ربطی ندارد، نه در مسئله اصول، نه در مسئله واجبات، نه در مسئله خفی. حتی مسئله خفی غلو کرده ها فرقشون چی است؟ خفی هم میگن فهم حجت شرط نیست. قرآن و سنت رسید، فهمید، نرسید، فهمید، نفهمید، او کفر است. میگن در مسئله خفی هم اهل سنت و جماعت مسئله خفی رو از اصول جدا میکرد، ولی ما بیان میکنیم. یعنی در نزد غلو کرده ها فهم حجت این ربط برای رسیدن حجت ندارد. همین قرآن و سنت رسید یا یک آیت و مسائل رسید، حدیث ها، حتی مسائل فروعی خفی بم ربط ندارد. میگن اینها خطا کردن و غلو کردن. اما ضد غلو کرده ها جهمی ها، امروز جهمی ها زیادن. امروز در این امت میبینیم که از اهل بدعت خوارج ها خیلی کم است، یک اندک است، لیکن جهمی ها همه جا سبحان الله خیلی زیاد است. جهمی ها میگویند که فهم حجت در رسیدن حجت شرط است. یعنی همون وقت حجت رسید میگیم که همون آدمی که حجت برایش رسید میگیم که حجت رو فهمد. در مسئله خفی هم، در مسئله واجبات هم، در مسئله اصول هم خوارج ها مسئله خفی رو به مانند اصول گرفتند و گفتند که در اصول فهم حجت شرط رسیدن حجت نیست، از این مراد که خفی هم مثل اصول است. اما جهمی ها باشند اصول رو خفی کردن. همیشه در مسئله عذر بالجهل هم همین است. در مسئله عذر بالجهل هم خوارج ها مسئله خفی رو به اصول برآوردن، جهمی ها اصول رو به خفی فرآوردن، به فروعات فرآوردن. در مسئله فهم حجت هم همین است. عقیده اهل سنت و الجماعت در مسئله فهم حجت چیست؟ اهل سنت و الجماعت میگن که فیه تفصیل، در مسئله فهم حجت تفصیل وجود دارد. در مسئله اصول دین و در مسئله فروعاتی که از مسائل ظاهر است و در بین مسلمان ها هست، کسی که خودش مسلمان در بین مسلمان ها میگن قرآن و سنت رسیده است، کسی میگوید که من نفهمیدم، نفهمیدنش هیچ ربطی برای رسیدن حجت ندارد. فهمید، نفهمید، حجت رسید. زیرا که الله سبحانه و تعالی در قرآن گفت لانذرکم به و من بلغ. این قرآن بیندهنده است، یعنی حجت است به هر کسی که رسید. نگفت که لمن فهم، هر کسی که فهمید، نگفت به هر کسی که رسید. قرآن اگر به زبان خودش رسیده باشد، البته شرط همین است، به عربی، به انگلیسی، به روسی، به فارسی ترجمه قرآن هست، تفسیر قرآن به زبان هست، به زبان فارسی ترجمه احادیث هست. بعد از این مردم میگن که من نفهمیدم،
نماز فرض بودنش نفهمیدم. این مسئله فروعی ظاهر است از مسائل معلوم دینی به ضروره، لیکن فروعات است، احکام شریعت است. یا اصول دین نفهمیدم، گفتم نفهمیدن حجت نیست. در این مسئله یکی از علمای نجد خیلی کتاب خوب نوشتند، طالب علم ها می توانند این کتاب را بگیرند و مطالعه بکنند. کتاب اسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، اسحاق ابن عبد الرحمن، کتابش نامش تکفیر المعین و قیام الحجه و فهم الحجه. فرق بین قیام الحجت و فهم حجه وجود دارد. مختصری اهل سنت عقیدهشون همین است که در مسئله اصول دین قیام حجت این رسیدن قرآن است، این رسیدن سنت به زبان مادری خودش است، به زبان خودش. فهم حجت این شرط قیام حجت نیست، اما این در نزد اهل سنت است. مدخلی ها همینجا میگن که نه، فهم حجت شرط قیام حجت است. میگن مدخلی، صوفی، اشعری، حزبی و غیره. اما در نزد اهل سنت و جماعت در مسئله اصول دین شرط حجت رسانیدن، فهمانیدن حجت نیست، همین رسیدن قرآن و سنت به زبان تاجیکی فارسی است. در دومین در مسئله احکام فروعاتی که از ظاهر است، معلوم من الدین بالضروره، الظواهر، مسئله العامه که همین 3-4 نام میگیرن، بمانند نماز، روزه، زکات. کسی که در بین مسلمان ها هست و میگوید که من قرآن و سنت نفهمیدم، فهم حجت در این مسئله برایش عذر نیست. اگر در بین مسلمان ها باشد کافر است. اما اگر در بین مسلمان ها نباشد، در بین کافر ها باشد، در یک بادیه باشد که علما نداشته باشد و در بین کفار یا که بگیم نو مسلمان شده باشد و قرآن خوانده نفهمید، نماز فرض بودنش نفهمید، زکات فرض بودنش نفهمید، یک وقت نماز نخوند، این انسان انا همین نفهمیدن حجت برایش عذر است. اگر در 3 حالت باشد، در بین مسلمان ها نباشد، نو مسلمان شد، یا که در بین کفار نشأت یافت، یا که در بادیه زندگی میکند که علما ندارد، از همین سبب عذر دارد. اما در مسائل خفی فهم حجت شرط قیام حجت است. مسئله خفی باشد، قرآن رساندی، سنت رساندی، همین کافی نیست، باید فهمونی و به شبهه هاش هم جواب بدی. یعنی فهم حجت در مسئله اصول دین، مسئله فروعی که ظاهر است و مسئله که فروعی که خفی است فرق میکنه. ابو لقمان امیدوارم که انشالله فهمیده باشد، فهمیده این تقسیمات رو برادر عزیز.